میدونین چرا به 25 بهمن میگن روز ولنتاین؟ میگن تو قرن 3 یه پادشاهی بوده به اسم کلادیوس که خیلی هم ظالم بوده. جنگ میشه و کلادیوس به مردان سرزمینش میگه باید به جنگ بریم. آقایون هم میگن ما نمیتونیم به جنگ بریم، باید مراقب زن و بچه هامون باشیم، کنارشون باشیم. کلادیوس هم میگه پس پسرای مجرد باید به جنگ برن. اونا هم میگن ما اینجا معشوقه داریم، میخوایم بمونیم، تشکیل خانواده بدیم. کلادیوس عصبی میشه و میگه حالا که شما به خاطر عشق و خانواده‌تون به جنگ نمیرین، از این لحظه به بعد عشق ممنوعه. اون زمان یک کشیشی تو کلیسا بوده به اسم ولنتاین. ولنتاین به اشاق میگه شما یواشکی بیاین کلیسا، من به دور از چشم پادشاه شما رو به عقد هم در میارم. مدت‌ها ولنتاین پنهانی به اشاق کمک میکرده تا اینکه کلادیوس میفهمه، عصبی میشه و ولنتاین رو دستگیر میکنه. از قضا ولنتاین تو زندان عاشق دختر زندانبان میشه. تا مدت‌ها ولنتاین و دختر زندانبان برای هم نامه مینوشتن. در نهایت پادشاه میفهمه و دستور اعدام ولنتاین رو میده. 14 فوریه یا همون 25 بهمن روزیه که ولنتاین اعدام میشه. برای اینکه در اون زمان ولنتاین تنها کسی بوده که برای عشق و عشاق برمیخیزه و دفاع میکنه، به افتخارش این روز رو به نام ولنتاین نامگذاری کردن. به نظر من امسال روز ولنتاین در کنار خرس و شکلاتی که مد کردیم، بیاین سواد رابطه و عشق واقعی رو به هم یاد بدیم.